برنامه کنوا را از گوگل پلی دانلود و نصب می‌کنی. کنوا 3 بخش داره: نوار جستجو، دسته‌بندی. اسمت پروژه من. با کنوا میتونی کارت ویزیت، لوگو، پاورپوینت، بنر و کاور یوتیوب، پست، استوری درست کنی و ویدیو ویرایش کنی. برای هر دسته‌بندی نام آن را در نوار جستجوی تایپ می‌کنی و از قالب‌های آماده انتخاب می‌کنی. روی متن با عکس 2 بار کلیک می‌کنی، آنها را حذف می‌کنی و متن با عکس خودت، افکت و حرکت و موسیقی اضافه می‌کنی. برای اضافه کردن المان‌های خودت از قسمت آپلود میتونی عکس و لوگو، آیکون، استیکر اضافه کنی و خروجی بگیری.